روز شما بخیر بینندگان ارجمند برنامه‌های اخبار آزادی. این نشر شما را با مهمترین تحولات روز در تاجیکستان و جهان آشنا می‌کند. امروز سه‌شنبه 9 دکبر است و توجه کنید به سرخط موضوعهای روز. در لندن رهبران سه کشور اروپایی و رئیس جمهوری اوکراین طرح پیشنهادی آمریکا درباره پایان دادن به جنگ را بررسی کردند. شرط بندی فاجعه بار یک دانشجوی تاجیک پس از باختن پول قصد به جان خود کرده است. والدانش ماتم دارند. آزار و اذیت زنان در تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و جایهای دیگر. سبب دشنام و حقارت به زنان چی است؟ در پی مرگ یک دانشجو در خوابگاه دانشگاه ملی در دوشنبه مقامات جلسه دایر کرده و بعد دانش آموزان دیگر باره از پیامدهای ناگوار شرط بندی یا بازی‌های بوکمیکری هشدار دادند. این صحبت با دانشجویان در خوابگاه‌ها پس از آن صورت گرفت که یک دانشجو در حجره خواب خود قصد به جان خود کرده است. چی یک دانشجوی فعال و به گفته آموزگاران علاخان را به این راه برد؟ همکاران ما زرانگیز نوروزشاه و امیر صایف تلاش کردند به این سوال پاسخ پیدا کنند. خوابگاه رقم 8 دانشگاه ملی تاجیکستان. اینجا آخرین محل زیست بختاور رسولوف 19 ساله بود. پیکر آویزان او را روز 6 دکبر یکی از همخانه‌هایش پیدا کرده است. بختاور سال دوم بود که در بخش زبان‌های آسیا و اروپای دانشگاه تحصیل می‌کرد. به نقل دوستان و هم نزدیکانش او آن روز از درس زودتر برگشته در میله پرده خود را آویخته است. وی پیش از حادثه به مادرش در ناحیه ظفرآباد زنگ زده قرضدار بودنش را گفته است. به گفته پدرش بختاور 8 یا 10 هزار سومانی قرض داشته است. من دانش از مغز بودم مترجمش کردیم. پس این سال همه 20 جوره مکتبش که توریستان همین رو بازی کردی تلفن بازی و اون تلفن بازی با صداش دیگه من جورهاش میاد پدرم نفهمم تاهم نفهمم این کار کرده است. من شرمنده میشم. در این حجره که در آن بختاور با 5 دانشجوی دیگر زندگی میکرد مهر زده شده از همخانه‌هایش بیانات گرفتند. یک منبع آزادی هم که از حادثه آگاه بوده است گفت پیش از ظهر وی با مادرش کمی صحبت و جنجال کرده است. از درس برآمده بند خریده و خودش را آویخته است. مقامات حالا قضیه را تحقیق دارند، اما یک فرضیه این بوده است که دانشجو در بازی‌های بوکمیکری یا شرط بندی ورزشی باخته قرضدار شده است و احتمال در حالت روح افتادگی به این عمل دست زده است. منبع ما هم گفت بختاور شب جمعه تا دیر فوتبال تماشا کرد و با پیشگویی نادرست باخت. این در حالی است که به گفته نمایندگان دانشگاه بختاور دانشجوی فعال بود و دانش خوب داشت. این بار اول نیست که میل و رغبت جوانان به بازی‌های بوکمیکری به باخت و قرضداری و فوجیه می انجامد. دوستداران این نوع شرط بندی ها در میان دانشجویان هم کم نبودند. مقصد اساسی جوانان مبلغ‌های پولی به دست آوردن از همین بازی‌های بوکمیکری میباشد. مبلغی که همون جوان از دوست یا رفیق خود گرفته است اون رو برگردانیده نمیتواند، در یگان جا کار و فعالیت نمیکند. در همین حالت میتواند جوان به خودکشی دست نهد. به گفته روانشناسان اکثرا وابستگی، احساس غالبیت و هم اندیشه دریافت پول با راه آسان جوانان را به اداره‌های بوکمیکری میکشد. خودی همین بازی ها از نگاه روانی تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را دارد. پیش از همه در آنها وابستگی را به وجود می آورد. دوم حالت روانیشان یعنی به حالت اضطراب و استرس گرفتار می نماید و در اینجا دو حالت هست. پسیکای آنها در تاثیر برد و باخت. وقتی که باخت می شود آنها در همین حالت راه افتاده میشن. چند سال پیش وزارت امور داخلی ورود افرادی تا 18-20 ساله را به اداره‌های بوکمیکری یا مکان شرط بندی منع کرده بود، اما اجرای این دستور نظارت نمی شود و همچنین شرکت‌های قمار ورزشی در اینترنت نیز زیاد و بی نظارتند. مقامات انتظامی تاجیکستان از مرگ یک زن 46 ساله خبر دادند که در نتیجه لطوکوب بیرحمانه شوهرش جان داده است. وزارت امور داخلی روز 7 دکبر خبر داد که یک ساکن 49 ساله ناحیه همدانی را با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به صحتی بازداشت کردند. در بیانیه رسمی وزارت آمده است گمان بر به جنایت روز 5 دکبر بعد بحث و دعوا با همسرش او را آنقدر زده است که او روز بعد به هلاکت رسید. جستجوی کوتاه رادیوی آزادی فقط در سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نشان داد که تنها در سال گذشته و امسال 11 مورد زنکشی
ثبت شده است. در بیانیه‌ها دقیق گفته شده است که زنان تاجیک را یا شوهرانشان یا مردان خویشاوند و یا همسران سابقشان کشتند. در ادامه برنامه امروزه با یک کارشناس در موضوع افزایش آزار و اذیت زنان در شبکه‌های اینترنتی و اجتماعی صحبت میکنیم. با ما باشید و برنامه رو پی میگیریم. владимир зеленский раис ҷумҳури украина мегӯяд кишвараш ягон парча аз қаламрави худро ба русия намедиҳад ва барои ҳамин мубориза хоҳад бурд. ӯ рӯзи 8 декабр ба хабарнигорон гуфт ки на қонуни асосӣ ва на қонунҳои байналмилалӣ ба украина иҷоза намедиҳанд аз қаламрави худ даст кашад. владимир зеленский рӯзи гузашта дар аврупо буд ва гузориши хабаргузории Reuters-ро дар ин бора ҳамкорам Тоҳири Сафар тақдим мекунад. روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا میزبان رهبران چند کشور اروپایی و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بود. نشست آنها در حال برگزار شد که امریکا فشار را به اوکراین افزایش داده است تا طرح سازش صلح با روسیه را بپذیرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا با همتایان خود از آلمان و فرانسه و اوکراین طرح پیشنهادی امریکا را بررسی کردند. بر اساس آن اوکراین باید از بحر قلمروهای اشغال شده‌اش گذرد. طرح امریکا که ماه گذشته به رسانه‌ها راه یافت، رهبران اروپایی را نگران کرد، زیرا به قول آنها طلبات زیادی روسیه را به نوبت گرفته است. ما در کنار اوکراین هستیم و اگر قرار است آتش بس شود باید عادلانه و پایدار باشد. ولادیمیر زلنسکی گفت اوکراین، اروپا و آمریکا باید متحد باشند تا به جنگ پایان بدهند. با اندیشه من وحدت میان اروپا و اوکراین و همچنین اتحاد میان اروپا، اوکراین و آمریکا بسیار مهم است، چون بدون آمریکایی ها ما از عهده‌اش نمیبراییم. فریدریخ مرز صدر اعظم آلمان گفت پیشنهاد آمریکا کامل نیست و سرنوشت اوکراین و اروپا در خطر است. من به بعضی جزئیات سندهایی که از جانب آمریکا می آیند با شبهه می نگرم، اما ما باید درباره آنها صحبت کنیم. این شبهه و گمانها نه تنها در اروپا بلکه در خط جبهه در دونسک نیز صدا می‌دهند. در شهر کنستانتینوفکای اوکراین سربازان اوکراینی از زیر تورهای ضد پهپاد به سوی ویرانه‌ها حرکت می‌کنند تا از نظر پهپادهای روسی پنهان مانند. یک سرباز 32 ساله اوکراینی با نام دیمیترو میگوید طلبات طور است که گویا ما تجاوز را آغاز کرده باشیم، نه روسیه. اوکراین عین زمان یکی از دشوارترین مرحله‌های جنگ تقریباً 4 ساله را پس سر می‌کند. نیروهای روس در شرق به تدریج پیش می‌روند. شهر و نواحی اوکراین نیروی برقی درست ندارند، زیرا زیربنیادهای انرژتیکی پیوسته زیر حمله‌های روسیه هستند. مقامات آمریکایی گفتند که به سازش صلح نزدیک شدند، اما تا حال نشانه کمی وجود دارد که اوکراین یا روسیه آماده امضای سازشنامه پیشنهادی حکومت ترامپ باشند. یک از خواسته‌های اساسی کیف این است که هر گونه صلح با روسیه باید کفالت‌های امنیتی غرب را در بر بگیرد تا مسکو را از حمله دوباره باز دارد. واشنگتن این طلب را رد کرده است. فکر میکنم آنها نمی ایستند، زیرا کفالت‌های امنیتی در سالهای 1992 نیز داده شد. روسیه به ما کفالت امنیتی داده بود و حالا اگر ما عقب نشینی کنیم آنها قلمروهای بیشتر و بیشتر را اشغال میکنند. کنستانتینوفکا تقریبا در 50 کیلومتری شمال و شرق شهر پاکروفسک جایگیر است که روسیه هفته گذشته گفت آن را پر اشغال کرده است. اوکراین میگوید قسمت شمالی شهر را هنوز در اختیار دارد. دیمیترو گفت قصد ندارند که بدون جنگ تسلیم شوند. برای من هر ذره خاک وطن مهم است و ما نقشه نداریم که آن را به آسانی از دست دهیم. و موضوع وعدگی از تاجیکستان یک تحقیق تازه درباره آزار و اذیت لفظی زنان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان نشان داده است که بیشتر از همه آنهای تحقیر و دشنام و حمله‌های لفظی می‌بینند که برای حق زنان صدا بلند می‌کنند.
تحقیق را گلرخسار یک سازمان حامی حقوق زنان انجام داده است. مؤلفان تحقیق میگویند حمله ها به زنان و دختران با ارسال پیامک ها، عکس و نوشته های تحقیرآمیز صورت میگیرد. درباره این تحقیق یکی از مؤلفانش مؤسس سازمان گلرخسار گلبهار مقصود به سوالهای ما پاسخ داد و اولین سوال هم این بود که اساساً کیها زنان را در اینترنت آزار و اذیت میکنند؟ کی بیشتر چنین زوروری را صادر میکند؟ بیگانه ها یا نزدیکان؟ تحقیقات نشان داد که 54% حالت ها از طرف نزدیکان صادر شده است. شوهر، همسر سابق، همسایه ها، همسنفا، دوستان، خویشاوندان، تنها 27%ش بیگانه ها می باشند. یعنی زن بیشتر از جانب کسانی ضرر می بیند که آنها می شناسند و به آنها باوری دارند. از گلبهار مقصود همچنین پرسیدیم کدام گروه زنان در برابر حمله های لفظی و تحقیر و آزار در اینترنت بیشتر آسیب پذیرند؟ زنان فعال در جامعه، زنان فعال در عائله، در تجارت، خصوصا زنان روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه شهروندی، بلاگرها و زنانی که در جامعه صدای روشن دارند. خصوصا وقتی که آنها درباره حقوق زنان، برابری، زوروری و نقش زن در جامعه می نویسند، چنین موضوعها قریب همیشه بخش شدید را به میان می آورد و پس از آن حمله های گروهی سر می شود. ما حالت های مشخص را دیدیم، یک عکس زن یا یک جمله که به تصورات سنتی زنان تاجیک موافقت نمی کند، می تواند صدها شرح‌های تحقیرآمیز و حمله های گروهی را به وجود آورد. چرا محض همین گروه تحقیر و توهین و دشنام میشنوند؟ به قول چی گناه کردند که برای یک نوشته خود اینقدر زیاد آزار لفظی می بینند؟ چرا محض چنین زنان بیشتر هدف می شوند؟ فکر من آنکه زیرا آنها تصور سنتی زن باید خاموش باشد را بشکنند. هر وقتی که یک زن درباره حق خود، برابری سیمای زن یا زوروری سخن میگویند، این در چشم بعضی ها خطرناک می نماید و تکنولوژی به چنین آدمان امکانیت می دهد که این فشار و تهدید را به شکل رقمی بجزات ادامه دهند. و سوال آخرین ما این بود که آیا در پی این تحقیقات تأثیرات حاصل نمی شود که فناوری های نو یا شبکه های اجتماعی گویا خطرناک و ناضرور هستند و از آنها باید دست کشید؟ تکنولوژی سبب زوروری نیست. آن زوروری کهنه را پرقوت می کند. برای حل آن ما باید هم قانون، هم سوادناکی رقمی و هم مناسبت جامعه را تغییر دهیم. زنان باید دانند آنها تنها نیستند. حقوق آنها هم آنلاین هم آفلاین برابر مهم است و ما باید آن را حمایت کنیم در همه جا. تشکر. گلبهار مقصود، مؤسس مرکز زنان گلرخسار، راجع به تحقیق نوین سازمان درباره خشونت با استفاده از فناوری‌های نوین و اینترنت با ما صحبت میکرد. شکل مفصل این صحبت ما به زودی در سامانه ما در صفحه azadi.org نشر می شود. برنامه در همین جا به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید، ولی بدانید که هر وقت دیگر هم برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان می توانید به سامانه رادیوی آزادی وارد شوید. خبرهای ما را از صحیفه های شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم پیگیری کنید. خود شما هم می توانید خبرساز شوید و از خبرهای اطراف خود عکس و نوار فرستید و ما با شما در تماس می شویم. خداحافظ.